با این دو باشگاه سال عزیز صدای اوشتکی دوبار بلند می شود وقتی اساسی رقابت جانب نوردین همراه خود ولی توپ رفتن نرسه. اینجا بازیگران دسته پنجشیر دیگر باره با هجوم میگذارن. امکانیت هست برای بازیگر این دسته حمله‌گر است. ضربه با داخل جریمه گل و دوستان عزیز هنوز در آغاز رقابت انیخترش در دقیقه سیوم حساب بازی باز می شود و مؤلف گل سید امینوف دولتبک می شود. باید یادآور شد که دسته پنجشیر در موسم جاری یگان غلبه ندارد. دست پروران علیرضا عسکری در موسم کنونی همگی من خودم این حالت رو اجرا میکنم. ارسال او با داخل جریمه گاه هم هست و ببینید که بازم بازیگران دسته پنجشیر توپ را صاحب میشوند. ببینید که چگونه ضربه عالی انجام میدهد و اون بازی با حساب 2-3 جمع بحث شد. امکانیت برای بازیگران دسته وحش ضربه و گل. نوردین همراه خلاف دوستان عزیز در دقیقه 25 رقابت حساب بازی را برابر میکند. بهترین امکانیت بود برای بازیگران دسته وحش و ببینید که آنها از این فرصت توانستند که چر نمی باشد. این بازیگر فعالیت خود را از سال 2011 آغاز کرده است. اینجا به اشتباه را داد دفاعگر دسته وحش. امکانیت با بازیگران دسته پنجشیر بود. ضربه هم اجرا شده از جانب سمت کنستانتین چرنی بود. موج نوی هجوم بازیگران دسته وحش را متوجه میشویم. ارسال با داخل جریمه گاه. ببینید که چگونه دروازه‌بان توانست که صاحب مدال های برنجی مسابقه شوند. وضعیت استانداردی از ضربه کنجی بازیگران دسته پنجشیر توپ را با بازی وارد میکنه. ضربه با سر و ببینید که چگونه گل زیبا را به هدف میرساند بازیگر دسته پنجشیر. از ضربه کنجی ارسال خیلی خوب بود با داخل جریمه گاه و رستم کوچکر احتیاط کرونا بازی کرده ایستادند بازیگران دسته وحش. ارسال با داخل جریمه گاه نوردین همراه خلاف در وحش ولی ببینید که ادم کوش توانست توپ را دیگر باره با دسته خود برگرداند. امکانیت برای بازیگران دسته پنجشیر پیدا شد. اومد جان اسکف ارسال فتولوف با داخل جریمه گاه. امکانیت برای بازیگران دسته وحش و ببینید که دروازه‌بان این مراتب نیست توانست هجوم خطرناک بازیگران دسته وحش رو برطرف کند. موج نوی هجوم بازیگران دسته وحش رو ببینه و این گل است دوستان عزیز. ببینید که با اشتباه را داد دروازه‌بان دسته پنجشیر و توپ را احسان بابویف و دروازه وارد می‌نماید. اینجا موقع خود را درست اشغال کردن نتوانست دروازه‌بان. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته وحش و ببینید که چگونه از امکانیت بهترین نوردین همراه خلاف ضربه و توانست که توپ رو بگیرد بازیگر دسته پنجشیر کبیر سلیم شویف بازیگر که در قسمت دوم با بازی وارد شد. امکانیت برای بازیگران دسته پنجشیر و ببینید که توپ اینجا قربان‌های شیرالیف را از پای افتانیدند ولی داور اشاره میکند که بازی باید ادامه داده شود. تونی بکتل در داخل جریمه گاه است. امکانیت پیدا شد ضربه و گل. تونی بکتل توانست که توپ را از حمله‌ور دسته پنجشیر گذراند. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته وحش پیدا می شود. ضربه از مسافه دور. ببینید که چگونه ضربه عالی هم بود از جانب پس به سمت پیش به سمت نوردین همراه خلاف ارسالی و به داخل جریمه گاه و میترو بیلونک به توپ نمی رسد. طاهر جان سمت مقابل میدان
محمدجان نسکف ارسال او با سمت پیش امکانیت برای بازیگران دسته وحش پیدا می شود ضربه و توپ با دروازه وارد نشد و دوستان عزیز با این ترتیب صدای هوشک داور بلند می شود رسما بازی میان دسته های پنشر و وحش با نتیجه 2-3 با فایده بازیگران دسته وحش جمع بست شد.